از آدمای ثروتمند میگه فقیرها داخل جنت میشوند. این خدازدگی نیست برادر عزیز. برای این از روی همین غرور میشود بسیارتر در انسان. ببین پیامبر میگه وقتی آدم اگر پیش از آنه که شما را مثال همینا دامنگیر نشود که عملی صالح کردن نمیتونه. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت نه منعیم به مال از کسی بهتر است. خر گر جیل اطلس بپوشد خر است. سیوم میگه او غنى مدخیان او مرضا مفسدا. یا میگه آن چیزی که دامنگیر شما میشد که عملی صالح کردن نمیتونین، این میگه آدم وقتی بیمار میشود. اگر مبادا بیماری دامنگیرتان بشود دیگر شما برادرای عزیز عملی صالح کردن نمیتونید. دیگر دائم تو در همو غم و دقت سلامتی خودتی. دیگر همیشه اندیشه همین را میکنی. دائم برای بهبودی همین دیگر سرگردانی. دیگر هیچ وقت در ذهن تام این آیات های قرآنی که خدا میگه در قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما تقدموا لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. در سوره مبارکه مزمل. ببین پروردگار چی میگه؟ و ما تقدموا لانفسکم من خیرین. شما هرگاهی که در حیات خدا در همه حالتی که قرار دارین وقتی عملی صالح جمع میکنین تجدوه عند الله هو خیرا. ببین اگرچه تو فراموش شدم که کنی خدا میگه که تجدوه عند الله هو خیرا. تو اینها را همش نزد پروردگار میابی. ببین عملی صالح آدم ضایع نمیشود. همه اینها جمع میشوند وقتی که به نزد پروردگارت که رفتی تو حتما اونجا در اینها را همش میبینی. یا قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هرگاهی که شما اندک عملی صالح کردین خیرا یره حتما این را تو میبینی. یا در حدیث پیامبر میگذارد که یتبع المیت ثلاثتون. ای دنبال مرده سه چیز میرود. ببینین اهل، عمل و اولاد. لیکن دوی این میگرده میآید. مالش اولادش میگرده میاد. ولی با او آنچه که باقی میمونه عمل است. پیش از آنی که سیم چیزی که بود این مریضی است. دامنگیرتون شود. نمیتونه میگه. دیگرش میگه مرگ است. وقتی مرگم که آمد و دامنتون که گرفت دیگر شما پایبند عملی صالح شده نمیتونید. تمام دیگر چیزی که هست برادرای عزیز این آمدن دجال است که اینها خدا دانا های به کدام عصر میاد در کدام حالت میآید. خب اینش به ما و شما الحال جای گفتگوش هم نیست. خب زمان دجال هم که آمد دیگر انسان عمل صالح کردن نمیتونسته. دیگر چیزی که میاد به سر آدما که عملی صالح کردن نمیتونن این میگه قیامت است. قیامت هم که شد انسان دیگر عملی صالح کردن نمیتونه. پس این حدیث بیانگری او است برادر عزیز که ماها با سبب عمل صالحمان، ولی حدیث ترمذی داریم میگه خیر الناس، این بهترین آدما که میگه من طال عمره. وقتی عمر دراز ببینه یک آدم هم میبینی در 80 در 90 رفته این آدم خوبه لیکن یک شرط داره خیر الناس من طال عمره و حسن عمله. با شرط عملهای نیک داشته باشه. این عملی نیک داشته باشه او خیر الناس است. او بهترین بنده خدا است. یکی عمر دراز رفتگی ایو ولی بدبختی و آدم تا همو عمرش هم ولی طول باقی است او را ما خیر الناس گفتن نمی‌کنیم. زیرا این شرطی که پیامبر مانده است که عملی نیکو در او آدم یافت نمیشه. خدا کنه برادرای عزیز و گرامی که ما را در حیات ما توفیق پایبند شدن به عملهای صالح نصیب گردانه و
و آن چیزی رو که در آیت قرآن دیدیم که هر انسان اگر انجام تیه عمل صالح را نزد خداوند او را در می‌یابد. خدای مهربان ما را از جمله همه بندگانش گرداند که گفتی عزیز خدا در اینجا کار در آنجا نخل بردار. از اینجا میکاریم، اینجا زمین مزرعه آخرت مانه و اونجا حاصل شما و شما میگیریم. خداوند همه شما را تنی صحت و ایمان کن، سعادت دنیا و آخرت نصیب در آمین یا رب.